خب استاد عزیز، پیاندر دختر زنش را بوسه کنه جایزه؟ یعنی پیاندر دختر زنش اگر بوسه کنه اجازت های؟ یعنی یک زن گویم همراهش، یعنی یک مردک یا بیوه را میگیره، بیوه ایشوی دیگریش دختر داره، آیا این مردک مثال اکی حسابی پیاندر میشود؟ همین پیاندرش همین دختری همین زنک بوسه کرده میتونه یا نه نمیتونه، یا حرامه برده. این اجازت نیست. بسیار احتیاط کنین، بسیار احتیاط کنین. من اینجا یک حدیث را خوانم برای شما. پیامبرمون میگه که حدیث امام احمد ای اوس ابن ربیعه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یخلون بامرأة لیس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشیطان. پیامبر میگه کسی ایمانی با خدا دارد، ایمانی با روز قیامت دارد، هیچگاه دو نفر یعنی به حضور محرم دو کس نشینند، زیرا سیمشون حتما شیطان میشه. این یک حدیث برادران عزیز. دیگر پیامبر میگه ایاکم و دخول علی النساء، این حدیث متفقون علیه هست، از رفتن پیش زنان خودداری کنید. و اینجا یک شاعر عرب هم آر کل الحوادث مبدأها من النظر و معظم النار من مستغر شرر. این مستصغر شرر میگه هر یک حادثه ابتداش ای نگاه های و هر یک آتشای کلانی را که میبینید، همون آتشای کلان میگه از آتش خورد آغاز میشود. برادران عزیز و گرامی، امروز ها دیدیستین که اگه یک به معرفتی بگیم، به مدنیتی بگیم یا به دانشی و جاهلی، همین بعضی های از همین مردم ما را گوییم که همون بعضی کلین هاشونه یا نمیدونم بعضی مثال خواهراشون است یا بعضی یکان زنهای را همونها را مقصد در بالای همون کارهای نادرست زیناشون میقپند، همون را بعد ویدیو میکنن، همون را در وقتی همون حالت ویدیو کردن میزنن، حقارت میکنن، نقل که اون نقل میکنن، بعد همون را میگیریم که در اینترنت میمونیم و روی عالم نشان میدیم که ببینید که مثال خواهر من یا زنی من چیکار کرد. برادر عزیز و گرامی، این هم یک شرمندگی همون آدمایی هست که همین کارها را با در چشم دیگران نشان میدن. و تو اینقدر آدمی بررحم و به انصاف باشی، این کارها را برعکس باید پوشیدن در کار. پیامبر میگه من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، کسی عیب یک آدم میپوشانه خدا عیب او را میپوشانه. همون آدمایی که همون را ویدیو کردن، همون بچه ها بگیم یا همون مردک ها یا همون زنک ها، همونا را هم خودشون ببین، همینا هم دستی به کار می حرام دارن یا در همین کار حرام دست زدگی هم. دیگر خداشون این قدر که بگیم تازه و ملائکه میگیرن که نشان میتن بعد دیگر مردم هم ببینیم فلان فلان. یک شرمندگی برادر عزیز، شرمندگی هم آدمایی که همین ویدیو را میکنن، شرمندگی ملت نه، شرمندگی تاجیک نه. زیرا تاجیک ما هم الحمدلله رب العالمین آدمای با معرفت دانشمندش پره، لیکن هر یک میگن که حقیقت جنگل های، جنگل مثال بخر بخوب نمیشود. بر همین برادر عزیز این کار نکنین. اولا من مراجعت به شما میکنم، این کار نکنین. ای بای شرمای با همین مردم بفهمی ما اگر پرسماترای همه را نگاه کنین با میلیون میرسه. برای همین مردم ما همین چیزها را خودشون دوست میدارن، بعضیاش. لیکن کسی همین کارا میکند، ای بی یک مسلمان بگیم او ای مسلمان ای و با او گناه کردگیش گناهگار شده ای، لیکن ای بی او را وقتی که تو در چشم دیگران نشان میتی، تو در پیشگاه خدای مهربان البته به این کار جواب میگویی. من در حدیث خواندم که پیامبر نازنین گفته است اگر عیب یک مرده را، یک آدم مرد است و مردش رو میشوش، بعد در همون بدن مرده ممکن یگان عیب ببینه، یگان کمبودی را ببینه،
اونی که میبروه و مردم نمیگه میشوه تازه میکنه کفن میکنه و بین مردم میگه خدا رحمتش کنه برای مردش مقصد الکی خودش تیار بوده است آمادگی شدید است خلاص با تعریفش میکنه پیامبر گفت این خیل نفر روز قیامت خداوند 40 بار گشته و برگشته گناهاش رو مغفرت میکنه این 40 بارش با مقصد مبالغه هم که باشد با مقصد پاک کردن وای با مقصد درجه و مقام دادن شد یکی وقتی که این عیبه ها و کمبودی ها را تو فاش میکنی تو پیش خداوند برای کار جزا میگوی بزرگا میگن ناکرده گناه در این جهان کیست بگو کیه که گناه نمیکنه پیامبر نازنین میگه کل بنی آدم خطاون همه فرزند آدم خطا میکنه امام مالک رحمت الله علیه که در روضه پیامبر درس میگفت میگه آمد شاگرداش با دستش قبر پیغمبر ایشان داد گفت غیر همین حضرت هممون خطاکاریم هممون گناهگاریم برای همین آدما گناه میکنن خطا میکنن لیکن شرط نیست برادرها که او را دیگه همین چک چک بزنیم و در چشم همه مردم نشان بدیم ولی در تذکرة الاولیا قصه حاتم اصم خان حضرت حاتم اصم به خاطر کر میگن کر یک زن میگه پیشش برای عالم بود پیش عالما مردم سیا میان میگه خواست درد دلش بیان کردن در آمد میگه که آدم خیلی آدم ده همین میگه با مجرد نشستن که همین بادش بلند برآمد همون زنکه حضرت حاتم که عالم بود دانشمند بود رنگ ای بگیم صغیرای تنتکی که مردم ویدیو میکنن میپرتوین رنگ یا شورناکی نداشت میگه گویا که هیچی را نشنیده است همین خب ایستادگی ای زن میگه ای شرمندگی و خجالت سرخ شید دیگر رو شپشان میگه و در جا که شیشت خاموش ایستاد حضرت حاتم هم گویا هیچی را نشنیده است همین خاموش ایستادگی خیلی زنک هم ایستاد که حضرت حاتم چی نگفت بعد زنک گپ داد آمد گفت حضرت پیش شما یک حاجت آمدم حضرت حاتم ببینید برادرای عزیز مسلمان کارش ببینید گفت بلند گپ زن که من نمیشنوم گفت یک حاجت دارم پیشت گفت بلندتر بگو بعد زنک میگه گفته خدا را شکر که من ای شرم شیشته نتونستم ای کر بوده است هرچی همین آوازی بود من نشنیده میگه بعد بلند گپ زدم حاتم میگه جوابش دادن گرفت میگه بعد همین از خانه حاتم برآمدن همین زنک 15 سال دیگه زندگی کرد حاتم خودش کر میگرفت نمیشنوم گفته تا که همین عیب به گوش همون زنک نرود که حاتم آوازی بادی من شنیده است وقتی میگه مرد بعد حاتم میگه باز با همون رفتی اولش قطعی صحبت کرد این بود مسئله مسلمان ها برادر عزیز یکمش من چند بار بود میخواستم که به شما مراجعت کنم اگه جای گپ آمد برای این کارا را نکنین هر یک کمبود خطایی که در کدام مسلمانی ما میشود شر نیست او را دیگر در و رکلام کنی و بسیاری همی آدمایی که رکلام میکنن خداشون رکلام میکنن میکنن گویا که اگه این مقصد خیلی آدمی تازه یا خیلی آدمی نیک یا گمانی نیک داره و فلان دارد اسلام چی میگه ولی این مسئله ای که بود این حرام است بوسه کردن اجازت نیست امکان باشد حتی هم دختری ختم که باشد تا یک سینی بلاغت شد و بلاغت رسیدنش حق داره از او کلام کشید بسیار دوست دارش که پیشونی یک شگمه چک ای دستش یک بوسه کن بس ای چهره و ای دهن و از اینها بوسه نکنی برای که این ای نگاه کردن حتی ای دست هم را قپیدن در آدم وسواس پیدا میشه هیچ که از خودش باوری نکنه که من این طریق هم نیست ما باوری داریم این فرزند پدر من یا فلانه نه این گپا را نزنید این گپا اثبات خود یافتگی نیست امروز میبینه که از روی همین بعضی اخبارهایی که میشنویم حتی همون پدرها برادراشون تقاهاشون مقصد دست به همین کار حرام زدیستن
برای بسیار احتیاط کنین این کار را نکنین. این کار خواهرها و برادر عزیز حرام نگاه.